رئیس شورای علمای تاجیکستان در نماز روز جمعه فتوا علیه جنگ در سوریه را خواند و گفت هر کسی که با بهانه جهاد به جنگ به کشورهای خاورمیانه می رود گناه بزرگ می کند. به تخمین مقامات تاجیکستان تقریباً 200 شهروند کشور در جنگ های سوریه شرکت می کنند. مقامات پاکستان محل بمبگذاری را در شهر کراچی پاکیزه دارند که در نتیجه آن 2 تن کشته شدند و 7 نفر دیگر زخم برداشتند. در نتیجه ترکش ماشین بمبگذاری شده در روز 25 سپتامبر هدف اصلی حمله یک افسر پلیس ضد ترور پاکستان مجروح شد. اول همین ماه طالبان به یکی از پایگاه‌های بحری شهر کراچی حمله کردند و درگیری با آن جنگجویان 6 ساعت ادامه کرد. دادگاه شهر مسکو محاکمه دادگاهی نادیا سافچنکو خلبان نیروهای هوایی اوکراین را به تأخیر انداخت. مقامات روسیه میگویند خانم سافچنکو در قتل 2 خبرنگار روس در اوکراین دست دارد. حکومت این کشور گفته است که نادیا سافچنکو را از قلمرو اوکراین ربودند و غیر قانونی به روسیه بردند. در شهر کابل به اشرف غنی احمدزی سند رسمی پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را سپردند. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اشرف غنی احمدزی 55% رای مردم را به دست آورده است. این زمان از غرب افغانستان گزارش رسید که جنگجویان طالب با حمله و بمبگذاری در شرق کشور 10 نفر را کشتند. در شهر آستانه پایتخت قزاقستان گروه خردی از مردم در نزد سفارت روسیه تظاهرات کردند. آنها طلب دارند که پرتاب قریب الوقوع موشک نو روسیه از پایگاه بایکنور در کشورشان لغو شود. پلیس آستانه تظاهرات را پراکنده کرد و 4 نفر از اعتراضگران را دستگیر کرد. سقوط چند موشک پرتاب شده از بایکنور بعضی از مناطق اطراف را با مواد زهرآگین آلوده کرده است. در آستانه عید قربان در شهر اسلام آباد پاکستان بازارهای مال در این شهر بسیار پرآدم است. طور معلوم بر اساس مقررات شریعت هر کسی که توان قربانی کردن گاو، گوسفند و یا شتر را دارد می تواند با چنین کار خیر در روز عید ثواب بگیرد.